این آقا رو میشناسین؟ این یکی چطور؟ این چی؟ خب باید بگم این آقا نادرشاه افشاره. زمان نادرشاه ایران انقدر بوده، الان انقدره. خب به نظر که آدم خفنی بوده. پس باید بهتون بگم که خانم و آقایان اینجا مشهده و اینجا آرامگاه نادرشاه افشاره. نادرشاه 12 سال حکومت کرد و به خاطر این 12 سال معمار اینجا در ورودی اینجا 13 تا پله گذاشته. ولی حالا چرا 13 تا؟ چون وقتی که میایم بالا و به مقبره نادرشاه میرسیم یک پله کم میشه و میشه همون 12 تا. این اون پله است. اینجا کم میشه بعد احترام و میایم پایین. چون که نادرشاه در نهایت در چادر خودش توسط افراد خودی کشته شد، این قسمت از آرامگاه نادرشاه رو به شکل سیاه چادر طراحی کردن. نگاه اینجا تالار تصاویرشه و میبینین دیگه یه سری صندلی و اینا داره. چیز باحالش این نقشه هست. حالا عکسش هم براتون جدا میذارم. نقشه ایران زمان نادرشاهه. نادرشاه اون موقع حتی یه قسمت از هندم تصرف کرده بود، ولی جوری که تصرف کرده بود خیلی جالبه. جنگی بوده به اسم جنگ کرنل که توی دشت کرنل هم بوده. بعد سپاه ایران مثلا 1/4 1/5 اونا بوده. بعد بین صخره‌ها و اینا رد شدن، کلی تلفات دادن، بعد رسیدن جلوی دروازه بمبئی اگه اشتباه نکنم. بعد سپاه هند خیلی از ایران بیشتر بوده و اینکه فیل داشته و روی خرطوم این فیلا شمشیر میبستن و فیلا رو جلوتر از همه میفرستادن و این خرطومشون رو فیلا تکون میدادن و سپاه حریف رو داغون میکردن. نادرشاه هم گفته چیکار کنیم چیکار نکنیم. پشت شترا جعبه بسته، توشون روغن سوخته ریخته، آتیش زده، این شترا رو فرستاده سمت لشکر هند و به خاطر اینکه اون شترا ترسیده بودن اون آتیشا انگار ریخته روی فیلا و فیلا هم رم کردن و رفتن سمت لشکر خودشون و لشکر خودشون رو نابود کردن. خلاصه اینجوری بود که تو اون جنگ پیروز شدن و بزرگترین گنجینه جواهر دنیا رو به غنیمت بردن که خب 2 تا الماس خیلی بزرگ داشته. فکر می‌کنم اسمشو شنیده باشین، الماس نور و دریای نور، که یکیش روی دزدیده شد و غیب شد، بعد چند وقت روی تاج ملکه الیزابت پیدا شد و یکی دیگه‌ش هم توی موزه زیر بانک مرکزیه که هنوز یعنی توی ایران. حالا اینجا یه دونه مغازه هم داره، انگار صنایع دستی و اینجور چیزا داره. امیدوارم بذارم فیلم بگیریم. بریم تو. بچه‌ها اینجا نزدیک حرمه، بعد کلا مثلا کمتر از 1 کیلومتر با حرم فاصله داره. اگه اومدین حرم حتما اینجا بیاین، جای باحال و جالب و باصفاییه، زیادم وقتتون رو نمیگیره و اینکه دورش هم پر بازار و بستنی فروشی و جاهای باحال و ایناه و به درد مثلا 1 ساعت 2 ساعت وقت گذروندن میخوره. خلاصه همین دیگه. امیدوارم حال کرده باشین.
ممنون میشم اگه کانال رو ساب کنین، لایک کنین ویدیو رو و این ویدیویی که اینجا میاد رو بریم ببینیم. خداحافظ.